شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. هفته گذشته در جلسه شورای سران اتحاد دولت‌های مستقل در اشخاباد پرزیدنت روسیه موضوع سازمان بازار یگانه مالیه را در این حوزه در میان گذاشت. این در حالی است که سالها باز روسیه کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان را برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیایی زیر نظرش تشویق دارد. هر روز چندین نفر از رادیو آزادی میپرسند که تاجیکستان کی عضو این اتحاد می شود. چرا یک بخش از شهروندان مایلند که تاجیکستان به این اتحاد بپیوندد؟ همکارم عبدالله اشورов به آموزش این موضوع مشغول بود. عبدالله سلام، خوب به نخست بگو که دلکشالی تاجیکان به این سازمان از کجاست و بیشتری آنهایی که جانبداری شامل شدن تاجیکستان به این سازمانند از کدام قشرند؟ سلام شهلا، اکثر آنهایی که چنین سوال میگذارند مهاجران کاری‌اند. آنها میپندارند با پیوستن تاجیکستان به این سازمان زیر نظر روسیه وضع زندگی آنها در این کشور بهبود می‌یابد و از گرفتن پتنت و پرداخت پول هر ماهه آن آزاد میشوند. اتحاد اقتصادی اوراسیا طرح آفریده کرملین 4 آزادی را در قلمرو کشورهای عضوش وعده می‌دهد. گردش آزاد مال و محصولات، نیروی کاری، سرمایه و خدمات. اسکندر شرشیف، اقتصاددان و تحلیلگر از قرقیزستان که سال 2015 به این سازمان پیوست، میگوید روسیه هنوز هم مهاجرت را به حیث یک قرطه و یا اهرام فشار علیه قرقیزستان استفاده میکند و برای حل این یا آن خواستش شرایط را برای مهاجران گاه دشوار و گاه هم سبکتر میکند. عبدالله، تاجیکستان چند سال باز میگوید که سودوزیون این سازمان را میآموزد. آیا این آموزش رو به یگان نتیجه رسیدند یا خیر؟ شالا یک عضو کمیسیه دولتی تاجیکستان به شرط نبردن نامش گفت در اصل معیارهای اتحاد در عمل اجرا نمیشوند و کشورهای بزرگ این اتحاد وابسته به تمایل‌های سیاسی و صلاحیت خود عمل میکنند. برای مثال او گفت در شرطنامه اتحاد در باره مهاجرت کاری گفته می شود که اگر شهروند در دوام 3 روز در قلمرو کشور عضو کار یافته شرطنامه نبندد باید به کشور خود برگردد. یعنی در صورت پیوستن تاجیکستان هم به این اتحاد محدودیت برای مهاجران باقی میماند و میگویند مسئولان تاجیکستان. با گفته همصحبت ما آموزش تجربه کشورهای عضو به مثل بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان ثابت کرد که گردش آزاد مال و محصولات، سرمایه و نیروی کاری در قلمرو اتحاد اقتصادی اوراسیا به پورگی عمل نمی کند و بیشتر در سطح شعار باقی مانده است. تشکر برای صحبت عبدالله. یادآور میشوم که روسیه از سال 2014 زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را بارها برای پیوستن به آن وادار کرده است. این اتحاد که نخست کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را در بر میگرفت، سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرقیزستان قلمروش را وسیع‌تر کرد.